سلام. پس از آنکه ایران در اعتراض به تظاهرات ضد ایران در کشور سفیر افغانستان را در تهران احضار کرد، سرور دانش از کشورهای همسایه خواست تا بر اساس قوانین بین المللی و حسن نیت برخورد کند. ریاست جمهوری میگوید بر اساس اولین نشست در قطر با طالبان توافق شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفته است که تاکنون به خاطر مذاکرات بین الافغانی جای مشخص نشده است. وزارت داخله از ادامه حملات طالبان و درگیری با نظامیان افغان در بخش‌های کشور خبر داده و گفته است که تنها در یک هفته گذشته 422 تن از نیروی امنیتی افغان قربانی این درگیری ها شدند. تا 3 روز دیگر پروازهای بین المللی به افغانستان آغاز می شود. اداره هوانوردی کشور می گوید پروازها بر اساس یک دستورالعمل جهانی و با در نظر داشت تمام راهنمودهای صحی انجام خواهد شد. و وزارت صحت عامه امروز اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 664 رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده است.